یه بار دیگه سلام علیکم مردم شریف تاجیکستان. شریف جمشید وقتی که زنگ میزنی میگوی که بابا جان قطعی ما دادگیری خوب داره. ما میدونیم بابا جان یک کریس آدمه، ما میدونیم بابا جان یک ماشینیکه. این گپات من نمیذاره شریف جمشید. من میدونم شما کین، من میدونم بابا جان کیه، من میدونم سه چهار کریس دیگه که امروز زیدی سوخ فایب گپ زده سه، برای که سوخ فایب حقیقت گپ میزنه. این گپات من نمیذاره شریف جمشید. شریف جمشید یک ادپوشنی آدمی. مطرح استفاده بردم، دیدم که اوجه نمیشه. آواز بروردیسی. چیکار کردم؟ بروردم در شبکه‌های اجتماعی ایشون دادم تو کی هستی؟ شریف جمشید. تو هم آدم نیستی که گوش کن ویدیو تا با نوکی سوخ فایب با فان کردیسه. گوش کن. محمد اقبال صدر یه بار یاد میگم تو یکی مرد وقت داری، یکی مرد آدمت نمیویا، ویزف نمیپرتوی، گم میشای. روز یکمی مرد یک پیشایی مخته کتابی کن کرد نمیکنمد. خب کتاب محکم میکنیم. یعنی من امروز چندمی مرده شریف جمشید؟ امروز چندمه؟ با تو میبروی زیدی سوخ فایب گپ میزنی. همه شما میخیلین. ای بانوم مخالفت، ای بانوم مجاهدت، ای بانوم بلوگرت، ای بانوم دوملود. همه یک گنید آدمی. افهمین؟ همه کوشش کردیستین که چخیلی مردمی مهاجر را فان کنیم و پولشون اکساشون بگیریم. تو کپیکشو. نو مردمی مهاجر ساده های. باید فکر کنم. ای پشتی مردمی مهاجر باور کنین صحبی توستیک شدین. بابا جان توستیک نداشت. افهمین؟ شریف جمشید. اقبال ترسان داد. ترسیده شما اقبال. نمیدونم کی هست. رنگی تو ور یک последний آدمی دیگه هست. الماس. من تو آخر مورا نگو کیستم. وعده دادگی بود که باید ببره بایگاری главный کورنمکی کبیری را باید بگه. یا بار گفته بود نو با گپش نیستاد. ای برای قضیه میخوام باید گپ زنم. افیر دارم. شریف جمشید. گپات من نمیذاره. زنده باشین هموطنان عزیز.